سلام رفقای عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز براتون چند تا ویدیوی فوق‌العاده ترسناک آماده کردم که خیلی به واقعیت نزدیک‌ترن. من سعی میکنم تو این کانال ویدیوهایی براتون انتخاب کنم که به واقعیت نزدیک باشه و افسانه و ادیت و کلا اینجور چیزا نباشه و دوست دارم تو این کانال ترس واقعی و هیجان واقعی رو تجربه کنید. امروز چند تا ویدیوی خیلی ترسناک براتون آماده کردم از جاهایی که تسخیر شده، از جستجوگرا و کلا قراقاتی براتون زدم که حتما باید تا آخرش ویدیو رو ببینید چون ترسناک ترینش رو براتون شماره آخر گذاشتم. خب رفقا، قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینید یادتون نره اون پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید. این ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک کنید، کامنتی چیزی هم داشتید اون پایین برام حتما بنویسید. خب دیگه بدون معطلی بریم سراغ ویدیوهای ترسناک. رفقا، ویدیوی اول راجع به یه فرد عربه که تازه جستجو رو شروع کرده، رفته توی بیابون و علنا از جن تصویر میگیره. از یه جنی که اولش کوتاه قده و بعدش خیلی قدش بلند میشه. اولش که داره ویدیو میگیره یه لحظه از پشت سرش رد میشه که کامل باید با دقت ببینید و بعدش اتفاقات ترسناکی میفته که میریم با هم دیگه میبینیم. يعني هما يعني اقول لهم تعالوا يجون. ايوه والله تحققت من وجهه رب الكعبة اني تحققت من حجر. يجيك حجر ما ادري والله يقعدوا هناك. يا اخي تعال وجه الله، انت تجي وجه الله. ها لا اله الا الله. والله تحققت من وجهه رب الكعبة اني تحققت من حجر. يجيك حجر ما ادري والله يقعدوا هناك. يا اخي تعال وجه الله، انت تجي وجه الله. ها قم بالله افتحوا لي البوابة بس بتكلم معاكم. ايوه 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 الله على صراحة. هو طلع وقال لي لا تركز على الكاميرا، هذا هو هنا تشوفونه. وأتمنى أنكم ما تخافون لأنه أقسم بالله كائن لطيف وصراحة يتعاون مع البشر. أبرر له أن احنا كذابين والله لا يخشون هذا الجن في البشر، وقسما بالله ما يخشون، والله ما يخشون. وبيني وبينك حتى ما يطلع لك، حتى أنا ما أدري، أنا شاك في هذا الجن لأنه تايوان صيني، كيف يطلع البشر؟ كيف؟ أنا مستغرب. همونجور که دیدید ویدیو ترسناکی بود. اگه میخواست عروسک و یا از این چیزا به کار ببره هیچ وقت اون دوتا چشم انقدر برق نمیزد. معمولا چش آدمیزاد یا حیوانه که اونقدر برق میزنه توی تاریکی. و اونجاش که از پشت صخره اومد بیرون اول قد کوتاهی داشت ولی آخرش انگاری یه جن قد بلند داشت به طرف نگاه میکرد. این جستجوگر عربم که اصلا باورش نمیشد داره از چی فیلم میگیره. ویدیوی دوم راجع به یه فرد که اصلا جستجوگر نیست، همینجوری میره توی خونه متروکه که ببینه داخل چه خبره، ولی اشتباه بزرگی میکنه چون وقتی میره داخل اتفاقات ترسناکی میفته که تا خودتون نبینید باور نمیکنید. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. Wanna go check the one that I'm house sitting? It's a haunted house. A bit scary. I want to prove it. I'm gonna go check it out, man.
and prove it. Oh, I should leave the door open. I should leave it open, buddy. Easier to escape. Just checking on it. I ain't sleeping here at all. Fucking scared. I'm on night vision too. Oh, shit. Everything is here. Holy shit. No one's in there. Hopefully. Holy shit. Holy shit. I'm not scared. I'm not scared at all. I'm not scared at all. I'm not scared. Truly creepy, but more importantly, it was such a nostalgia. رفقا همونجور که دیدید اون صندلی به طرز عجیبی به سمتش کشیده شد، ولی چون این آدم جستجوگر نبود همونجا دوربین رو ول کرد و فرار کرد. نظر شما راجع به این ویدیو چیه؟ حتما توی کامنت برام بنویسید. ویدیوی بعدی یه ویدیو خیلی ترسناکیه که خودم دیدم کپ کردم. یه فرد آمریکاییه که چند وقتی خونش تسخیر شده و یه موجود سیاه یا یه جن سیاه توی خونش میبینه همیشه. این دفعه تصمیم میگیره که دوربینش رو روشن کنه و از این قضايا فیلم بگیره. یکی دو جا از فیلم قشنگ کامل میتونید شما اون موجود سیاه رو ببینید که واقعا رعشه به تن آدم میندازه. Steve, are you home, bro? Yeah. Hello? Hello? Fuck!
shit! What's the matter, buddy? What's the matter, my guy? Huh? Something down there? Oh. What'd you hear, buddy? Just put this on. It's dead. خب رفقا، ویدیو بعدی ویدیو کوتاهی از یه جستجوگر که واقعا ترسناکه که گیر یه بچه جن یا یه روح خبیث بچه سال میفته. اول ویدیو وقتی توی آینه از خودش ویدیو میگیره، بغلش یه تصویر وحشتناک میفته که اونجا با فلش نشون میدم بهتون که خیلی ترسناکه، انگار یه بچه کنارش وایساده. و وقتی ویدیو ادامه پیدا میکنه، یه اسباب بازی اسبه که اون بچه داره با اون بازی میکنه. نمیدونم، شاید یه جن کم سن و سال باشه، شاید هم روح یه بچه باشه. بریم با هم ببینیم. Hey? 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 خب رفقا، ویدیو بعدی یه زن مکزیکیه که توی خونش تنهاه و وقتی اتفاقات ترسناکی میفته تصمیم میگیره که دوربینشو روشن کنه. اتفاقات خیلی عجیبی براش توی خونه میفته و آخر سر اون جن یا اون روح خبیث برق اون خونه رو میبره و زن بیچاره از ترس سکته میکنه. بریم با هم ببینیم. Estoy recargada hasta las patas, encima estoy sola. Estoy recargada hasta las patas mal. Ay, la concha de... Ya estoy cansada, ya les juro, chicas. ¿Quién sos? Ay, a la concha de la lora. No me dejan en paz. Ay, no, 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 no. بعد از این ویدیو دیگه خبری از اون زن بیچاره نشده و دیگه ویدیوی بیرون نداده. معلوم نیست چه بلایی سرش اومده. ویدیو بعدی یکی از ترسناکترین ویدیوهای امروزه. یه فرد هندیه، نمیدونم پاکستانی کجاییه، که توی خونش دوربین مداربسته کار گذاشته. توی ساختمونشون هم دوربین مداربسته هست. توی این ویدیو به طرز وحشتناکی اون جن یا اون سایه سیاه به طرف آسیب میرسونه و روی هوا بلندش میکنه. این ویدیو واقعا عجیب غریبه. همونجور که میدونید خیلی سخته بخواید توی دوربینای مداربسته دست ببری و ادیت کنی. توی این ویدیو ترسناک اون جن سیاه طرفو بلند میکنه، روی هوا میکشونه اون میبره و یه جای دیگه تو راهرو وقتی با دوستش داره میره پایین بهش ضربه میزنه و اذیتش میکنه. بریم با هم این ویدیو ترسناکو ببینیم.
خب رفقا همونجوری که دیدید خیلی عجیب غریب بود، مخصوصا اون اولش که تونست روی هوا بلندش کنه و ببرتش توی اتاق دیگه. اصلا من واقعا این ویدیو رو باورم نمیشه. دعا میکنم که این ویدیو ادیت باشه و واقعی نباشه، چون اگه واقعی باشه واقعا یه تصویر واضح از یه جن سیاهو برامون گرفته. ویدیوی بعدی که براتون آماده کردم یه فردیه که توی خونش چند وقتی اتفاقات ترسناک میفته و تصمیم میگیره که توی آشپزخونه و اتاق خوابش 2 تا دوربین مداربسته کار بذاره که با هم میبینیم وقتی این دوربینا رو کار میذاره چه اتفاقاتی رو توی دوربین ضبط کرده. Drag me out of the bed, guys. نمیدونم رفقا، واقعا این برام عجیب غریب بود. من اینو 100% نمیگم واقعیه، احتمال داره که این ویدیو کار ادیت باشه، ولی خب اگه واقعی باشه واقعا ترسناکه. اون از رو تختش بلند میکنه و میبره یه جای دیگه، پتوش هم خیلی عجیب غریب از روش بلند میکنه. ویدیوی بعدی هم یه فردیه که توی آمریکا خونش تسخیر شده، ولی جوری تسخیر شده که این جن انگار به در علاقه مفردی داره و هر دفعه میاد در رو میزنه و فرار میکنه میره و وقتی اون مرد در رو باز میکنه انگار هیچکی اونجا نبوده. واقعا عجیب غریب و ترسناکه. بریم با هم دیگه ببینیم. Everyone's been asking me to try and knock back. You fuck. So we're back in the house. Every few seconds, there's another. Shit! Get the fuck out of here! Get the fuck out of here! So it's literally 3 in the afternoon, and it's been happening more during the day. And it's just not even scary. It's just. It's really just me at this point, to be completely honest. I can't take this anymore. خب همونجور که دیدید وقتی در وا میکنه انگار نه انگار اونجا کسی بوده. نمیدونم چی جوری با اون قدرت در رو میکوبید و وقتی همون لحظه میرسید اونجا در وا میکرد و کسی نبود. هیچ کاتی هم توی ویدیو نخورده بود. اینم برای من خیلی عجیب بود. خب رفقا میرسیم به ویدیو آخر و ترسناکترین ویدیوی این لیست.
داستان از این قراره که 3 فرد هندی هن میرن یه جا برای شنا، یه دریاچه یا یه رودخونه شیطانی نفرین شده است، نمیدونم چه جاییه که این اتفاق عجیب براشون میفته. این 3 نفر وقتی دارن میرن داخل رودخونه، طبق معمول که ما هم با رفقامون بیرون میریم، دوربینو میذارن جلو تا ازشون فیلم برداری کنه، ولی ای کاش که این کارو نمی‌کردن، چون وقتی میرن داخل رودخونه یه نیروی عجیب غریب اینا رو میکشه پایین و کامل خفه شدنشون رو تو این فیلم میبینید. اگه ناراحتی قلبی دارید یا اعصاب درست حسابی ندارید، به نظرم این ویدیو رو نبینید. و بعدش نشون میده که جسد یکیشون رو اونورتر توی دریاچه پیدا میکنن و پلیس میره بالا سرش ازش فیلم میگیره. आजो दोस्त भाभी मना कर रही हैं क्यों मैंने ले जा तेरा خب رفقا، همون جور که دیدید واقعا عجیب غریب بود. جسدشو آخر سر، جسد یکیشون از توی رودخونه در آوردن. من نمیدونم این چه نیرویی بود، این چه چیزی بود که اینا رو کشید پایین. شاید هم دلیل علمی داشته باشه، شاید گردبادی، نمیدونم یه چیز علمی باشه که اینا رو کشیده پایین و غرق کرده، ولی لحظه جون دادنشون خیلی ترسناک. خب رفقا، دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده حتما یه لایک به این ویدیو بزنید و اگه دوست داشتید پارتای بعدیش هم بگید که براتون درست کنم. یادتون نره رفقا، اینستاگرام منو این بالا براتون میذارم، حتما فالو کنید. اونجا هم ویدیوهای ترسناک و استوریای لحظه به لحظه براتون میذارم. حتما اینستای منو فالو داشته باشید. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من بودید. من پویا هستم و خدا نگهدارتون.